ساعت با وقت پراگ رسیده هست بینندگان عزیز و من تو چند دقیقه دیگر برای شما سرخط خبرهای روز رو میگویم و البته همه شما رو در برنامه خبری انتظار خواهیم بود که رسو 3 ساعت پس تقدیم شما می شود در آزادی ویدیو کانال رادیوی آزادی در یوتیوب، همون جایی که حالا شما ما رو تماشا دارید. با وعده عفو آمد اما بازداشت شد. نزدیکان سابق عضوی سازمان افراطی جماعت تبلیغ میگویند او 7 ماه پیش از استانبول به تاجیکستان آمد و زندگی معمولی را پیش میبرد، اما هفته گذشته از سوی دوستانی بازداشت است. والدان سردین مولویف میگویند از مقامات انتظار روشن کردن وضع فرزندشان هستند. از سوی کار بانک به توحید از ماه نوامبر در تاجیکستان نخستین بانک اسلامی به فعالیت آغاز میکند. مسئولین بانک میگویند در فعالیت خود به قانونهای شریعت اسلام تکیه خواهند کرد. در این نظام قبول و پرداخت فایز با هر راه منع میباشد. برای فعالیت‌هایی که با شریعت اسلام مخالفت میکند بانک مبلغ گذاری نمیکرده است. درباره ویژگی دیگر این بانک در برنامه خبری معلوماتی بیشتر میدیم، اما تبری همکاران ما از قبل مسئولان توحید بانک میگویند آگاهی اکثر ساکنان درباره نظام بانکداری اسلامی درست نیست و نه همه چیزی که مردم انتظار دارند به این نظام موافقت میکند. تا انتخابات پرزیدنتی در افغانستان 2 روز دیگر باقی مانده است. انتخابات نوبتی در شرایط برگزار می شود که مذاکرات صلح امریکا با طالبان قطع و حمله و ترکیش ها در این کشور بیشتر شد. انتخابات زودرس همسایه کشور به تاجیکستان هم به اهمیت نیست. برخی از کارشناسان در این کشور میگویند که فضا در انتخابات پربحث و سه رقابت افغانستان به هر حال باز و آزاد است. این نوبت قرار است 19 نفر با شمول اشرف غنی پرزیدنت کنونی برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه برند. گزارش خواهیم داشت در این باره. توقفگاه‌های غیر رسمی درد سری ساکنان، در حالی که برای انتقال مسافران توقفگاه‌های رسمی دورتر از مرکز دوشنبه فعالیت میبرند، ولی نه همه رانندگان و مسافران به چنین مکان‌ها میرفتند. این گونه مناسبت باعث تنبشوی ماشین‌ها و سر زدن صدمه‌های نقلیاتی میشده است. در حالی که مقامات روی حل مشکل را در مجازات سنگین میبینند، آگاهان امور بر این نظرند که بهتر است نظارت و شرایط فراهم کرد تا ترتیب و نظام درست در توقفگاه‌ها راه اندازی شود. چون و چرا رو در برنامه خبری پیشنهادی شما خواهیم کرد. و امروز در جهان همچون روزی پیشگیری از حمله ناخواسته یاد می شود. طبق معلومات دریافتی در تاجیکستان تا امروز 40% زنان از حمله ناخواسته جلوگیری کرده صحت خود را حفظ می کردند. به قول مقامات تاجیک، عامل‌های اقتصادی بالا رفتن آگاهی جوانان از پیامدهای سرفرزندی و اجرای برنامه‌های دولتی امکان دادند که سرعت افزایش اهالی در کشور کند شود. بر اساس امور رسمی در مقایسه با سالهای 90 در تاجیکستان تعداد فرزندان در یک عائله از 6 تا 7 به 3 تا 4 فرزند کاهش یافته است. گزارش خواهیم داشت در این موضوع که در برنامه خبری در برابر دیگر خبرگزارش و پیشنهادی شما می شود. ما همه شما رو در برنامه منتظر خواهیم بود. رسا ساعت 1 با وقت پراگ از یادتان نرود.